چیزی که مهمه گفتن که آقا اینجا مسجدش رو استایلش زدن 87. این فونداسیون برای سال 87 از 87 تا حالا افتاده هیچ کاری هم نشده. اومدیم اینجا آموش پرورش هم بیاد کمک کنیم مسجد بره بالا. به نام آقا امام جعفر صادق هم به نام تک تکمون صد میشه پیگیری ها. خواهش داریم شما یه مسجد فقط کمک به ما بکنید، ما مسجد نداریم. کاری که امروز شما دارید اینجا انجام میدید حاکم کردن دین خدا در روی زمین و جارو کردن دشمنان خدا باشه. توی این برنامه ما نبود، ضرورتی بود که همه عزیزان فرمودن که این کار انجام بشه. گفتیم بسم الله. پروردگارا اینجا را خانه سلامت قرار بده. این خدمات را به لطف و کرم خودت از همه اعضا قبول بفرما. کمک شما خیرین عزیز با مشارکتی که شما داشتین ظرف مدت 3 ماه تونستیم خانه بهداشتی رو اینجا بسازیم و که بتونن همه مردم عزیز این روستا از این در واقع امکاناتی که فراهم شده استفاده کنن. به همت خیرین عزیز، به همت عزیزانی که با صدقاتی که میدادن یکایک آجر این مسجد رفت بالا. نیابت از همه اونای مسجد امام صادق علیه السلام رو افتتاح میکنیم. این مکان مقدس در تیر ماه سال 1400 مصادف با سالروز ازدواج امام علی و حضرت زهرا سلام الله جهت استفاده اهالی محترم روستای چهارموران استان چهارمحال بختیاری مورد بهره برداری قرار گرفت. حضرت آقا میگه تو هر جایی که زیر پرچم آقا سید شهدا با نیت خالصانه دور هم جمع بشید، دغدغه برای آبادی روستا، شهر، استان داشته باشید، با اون نیت خالصانه قطعا موفقید. تقدیر و تشکر میکنم از کار بسیار ارزشمند و جهادی عزیزانمون در وفاق سبز علوی که حقیقتا و انصافا کارهای بسیار ارزشمندی در سطح کشور و همچنین در سطح استان چهارمحال و بختیاری انجام دادن که بعضی از امورات اونها رو ما شاهد بودیم. جای تقدیر و تشکر قدردانی رو دارم. خداوند متعال واقعا لطف کرده. من نمیدونم چجور از عزیزانمون بنیاد وفاق سبز علوی که به حمدالله همه جانبه میاد تو میدان و در عرصه های مختلف کار جهادی انجام میده، با این روحیه ها و با این کارهای جهادی انشالله خدمت بکنن. طرحی که ملاحظه می‌فرمایید اشتغال خانگی هست، طرح قالی بافی که مبلغ 30 میلیون تومان بوده برای خرید دار قالی
و خامه و نخ و سایر تجهیزات. بفرمایید.